دادگاه نویه مسکو شهر سنت پتربورگ روسیه روز 25 اکتبر سال 2022 شهروند 18 ساله تاجیکستان یونسجان یوسپوف را با جرم قتل بیرحمانه هموطنش راننده 26 ساله تاکسی امامعلی دولتوف به 7 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. جسد امامعلی دولتوف را با گلوی بریده و زخم‌های زیاد کارد شب 23 و 24 ینور سال جاری در داخل ماشین تمغه فولکسواگن پولو در نشیبه پاندوس فرودگاه پولکوی شهر سنت پتربورگ روسیه پیدا کرده بودند. شبکه تلویزیون سنت پتربورگ با نشر این خبر حکم صادر شده را خیلی سبک نامید، چون که به یونسجان یوسپوف برای کشتار با بیرحمی مخصوص تا 15 سال زندان تهدید میکرد، ولی به قاتل جانستون رحم کردند و حکم 2 مرتبه کمترش دادند. با چنین جزا قاتل الکی بعد 4 سال حق پیش از مهلت آزاد شدن را به دست میارد، میگوید این رسانه. یونسجان یوسپوف به گلوی راننده تاکسی کارد زده، همین طور به دیگر اعضای بدن او باز 20 ضربه کارد دیگر زده بود. او را بعد 4 روز کشتار 27 ینور در پنجه دستگیر کردند. سبب چنین قتل بیرحمانه هموطنش از جانب این جوان ناروشن باقی میماند. به این سوال که چرا تاکسیست را کشت، یوسپوف کوتاه جواب داده است که این کار بین ماست، ولی یک منبع پایگاه خبری بامداد قبلا گفته بود که هم یوسف جان و هم امامعلی هر دو از جماعت سیمگنج در کنار شهر وحدتند و هیچ جا سخن درباره کشتار ناموسی میرود. یونسجان یوسپوف به گفته این منبع از امامعلی دولتوف برای ناموس یکی از نزدیکانش انتقام گرفته است. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان با مقصد تامین روزگار خانواده‌های خود به روسیه به مردکاری میروند و هر سال در روسیه بیش از 1000 نفر از مهاجران تاجیک به علت‌های گوناگون ترک این دنیا میکنند. صدمه‌های نقلیاتی در برابر فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست یکی از علت‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه به شمار می‌رود، ولی هر سال 10 نفر از زادگان تاجیکستان در روسیه قربان مرگ مجبوری یعنی کشتار هم میشوند.